بچه ها الان طبقه 11 هستیم. الان منتظریم آسانسور بیاد. اومد سوار میشیم بریم پایین. گفتم اینجا مثل برج میلاد به صورت لیز بگیرم که راحت تر باشید. خب بچه ها آسانسور اومد. بریم طبقه 10. بچه ها رفتیم. اینجا هم آسانسوراش مثل برج میلاد نسبتا پرسرعت. بچه ها اینا هم دیوارهای آینه ایه که کامل واضح نشون میده. خب از اون طرف به این طرف فیلم میگیرم واسهتون میذارم. ادامه فیلم رو دنبال کنیم. خب بچه ها اینجا هم آسانسورهای دیگه مجتمع است و اینجا هم بخش رستوران که در آینده ورودی سینمای اینجا هم خواهد بود. این طبقه اومدم که هیچ نیست. بچه این آسانسور هم برای سینمایی که بعدا فعال خواهد شد. اونم پله سینما. خب بچه ها پایین میبینم بهتون طبقه 9. خب بچه ها اومده پایین. اینا هم تلفن همگانیه که قبلا بوده ما میریم توش. بچه ها مثلا اینجا برمیداریم. البته اینا برای نمایشیه، در واقعیت کار نمیکنه. خب بچه ها اینا مسافراست که بالا کار نکرد مجبور شدیم بیانیم از پایین بگیریمش. آسانسور اونورم هست اداری و آسانسور تجاری، یعنی در واقع آسانسوری که تا طبقه 2 میره اون تجاریه. اونورم که پله بقیه. ادامه برای ریلز بعد. خب بچه ها ادامه ریلز. خب بچه ها اینجا برنامه کامل شد. حالا میریم از اینجا پایین. قبلش پایین رو ببینید. اینجا هم فوتبال بولینگه که البته غیر از بولینگ همه چی داره. بچه ها اینجا هم خوانندگی که من یه بار قبلا حدود 1 سال پیش خودم اینجا خوانندگی کردم، ولی هزینه زیاد بود برای همین دیگه نرفتم. بچه ها از اینجا پایین رو می‌بینیم به بازه. اینجا هم بولینگه، اینجا هم بیلیارد. خب بریم برای ادامه. بریم اون طرف. بچه اینجا هم یه طرف دیگه پله برقی هست. اونورم منتها اینجا هم محل گیملت و PS5
بچه اونجا هم اتاق سیگاره فکر کنم. از اینجا هم بیرون رو به واضح میبینم. ادامه برای ریلز بعد. بچه اومدیم طبقه هفتم، اوپال الکترونیک. خب اون طرف هم سامسونگ و یه پله برقی دیگه. بنابراین که اینجا رو داریم میگردیم. اینا نمایش هاست. بعد اینجا میریم طبقه ششم، اوپال اسپورت. بچه ها سوار آسانسور شدیم. فعلا که داره میره بالا. This is the 12th floor. The door is opening. اینجا بخش اداری. GE floor. Cancel. This is opening. بچه ها حالا اومدیم بخش اوپال اسپورت، یا بهتر بگم اوپال ورزش. بچه ها اینجا هم تموم شد. طبقه بعدی توی ریلز بعدی. این هم طبقه اصلی اوپالستانه. اون بخشایی که دو طبقه است، فقط یه طبقه شو که بخش اصلیشه رو نشونتون میدم، چون که بخوایم دو طبقه رو نشون بدیم تایم ویدیو طولانی میشه. و همین اگه بخشی دو طبقه است فقط یه طبقه شو نشون میدیم. خب بچه ها اومدیم اوپال کیدز. بچه ها این هم که شهر بازشه. این هم بخش لوگوه.
ممنون. میام حالا. خب بچه ها ادامه هم طبقه بعدی دوم اوپال کوین ادامه برای ریلز بعد. خب بچه ها الان داریم میریم اوپال کوین. بچه ها اینم بچه ها اینجا هم بازار بورسه. حالا میریم پایین. بچه ها الان اومدیم اوپال مود، چون که بالا بخش طلا بود برای همین فیلم برداری بیش از حدش ممنوع بود، برای همین من خیلی کم تونستم از بالا فیلم برداری کنم، اما اینجا دیگه آزاده فراوون فیلم برداری کنم. بچه ها اینجا میریم. بچه ها الان میریم بخش پایین میبینم بهتون. خب بچه ها اومدیم اوپال هوم، یعنی اینجا لوازم خونگی و نمیدونم لوازم برقی و اینا میفروشن. بچه ها اینا هم لوازم کریسمسه. خب بچه ها ادامه تو ریلز بعد. خب بچه ها الان از اوپال هوم اومدیم پایین و در راه شیشیه. الان وارد طبقه هج شدیم. اینجا های پدستره و داروخونه و اینا. از این طبقه هم والا راه خاصی نداره. خب بچه ها اینم از این. ممنون تا اینجا ما رو تماشا کردید. تا دیداری دیگر، بدرود.